این چتریم، این سازمانی که میتونیم اینو تضمین کنیم که ما که تا حالا جون خیلی ها رو نجات دادیم، مستقیم یا غیر مستقیم، همین حالا هم با توجه به شرایط حاد ایران و مبارزه‌ای که در جریانه از طرف دانشجوها، کارگران و زنان، ما تونستیم اینو و میتونیم تضمین بکنیم که به محض اومدنشون بیرون سازمان ما وسیعاً از این دفاع بکنه و بتونه به نهادهای بین‌المللی، به کشورهای پناهنده پذیر فشار بیاره که باعث قبولیشون بشه. اینجا یه مسئله بسیار مهمه. کلا سازمانی که شما در اسم میبرید، سازمان بی‌مرز یا هر سازمان دیگه‌ای که داره از حقوق پناهندگی داره دفاع میکنه، این در اصل یه سرویس دهنده نیست تا جایی که من بدونم، چون شما دسترسی به وکیل ندارین، پرداخت هزینه رو ندارین. اینا خیلی مهمه. یعنی من فکر میکنم اینجا باید اینم بشه که آیا کلا از این لحاظ این سازمان ها و به خصوص سازمان بی‌مرز که شما از نزدیک باهاش کار کردین، تا چه حدی میتونه در این زمینه به پناهنده ها کمک بکنه؟ آیا میتونه کمک مالی هم بکنه؟ آیا میتونه مسکن براشون تهیه بکنه؟ آیا میتونه لباس براشون تهیه بکنه؟ اینجا باید تفکیک بشه. کلا این خدماتی که خود سازمان بی‌مرز و سازمان‌های دیگه ارائه میدن برای پناهندگان شامل چه چیزایی میشه؟ اساساً شامل مشاوره حقوقی میشه، متوجه هستین، و مسئله دفاع از حق پناهندگی اونا از طریق کار کمپینی، از طریق نامه به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله UNHCR. ایناست. ما کما اینکه گفتیم ما بودجه نداریم و این دولت‌ها خودشون این بودجه رو دارن، مسائلشون رو تامین میکنن، هزینه زیستشون رو میدن، حالا ناچیز بر صورت کم نسبتاً، ولی بازم یه پولی میدن یا امکانی میدن که سرپناهی داشته باشن و بتونن اینا زندگی بکنن. و ضمناً توی این کشورها بخصوص توی بریتانیا این امکان وجود داره که وکیل داشته باشن و این وکیل دولتی نیست به هیچ وجه و از کیس پناهندگیشون حمایت میکنه. مهمه ارتباط این ایرانیایی که ناچار میشن بیان خارج کشور با ما اینه که یکی از مزایاش در واقع اینه که دستشون رو میزنن تو دست وکلای برجسته‌ای که میدونن چطور از کیس‌های ایرانی به تجربه اینو دارن که حمایت بکنن. متوجه هستین که هم فارس زبان هستن و هم انگلیسی زبان این وکلا. این یکی از محاسنی که به صورت وجود داره که تماسشون با ما به صورت جنبه متشکل کردنشون هم حتی پس بدین معنا سازمان بی‌مرز به عنوان یک پل ارتباطی میشه بین پناهنده‌ای که میاد و وکلا یا کسانی که تو کارشون پروفشنالن و از کیسا دفاع میکنن. طبعا. در این راستا در این پلی که به وجود میاد، اون وقت سازمان بی‌مرز با مشاورت ها یا مشاوره هایی که انجام میده، خب اون وقت قبل از اینکه این کیس نوشته بشه یا در موردش صحبت بشه، اون وقت پناهنده‌ای که مراجعه میکنه به بی‌مرز با دست پر با یه برنامه موردی هست ما حق دخالت یا مشاوره حقوقی مثل یه وکیل رو نداریم. متوجه هستین؟ چیزای پایه‌ای رو تشریح میکنیم و در این صورت که وکلا هستن که بیشتر اظهارنامه اینا رو پناهجویی که مراجعه میکنه تدقیق میکنه. ضمناً یکی از محاسن دیگه این کار خود تشکل یابی میون مردمی که خارج کشور میان. یه واقعیتی هست در ایران حق تشکل وجود نداره. NGO-هایی که اصلا با 1001 مشقت تونستن خودشون تحمیل بکنن و هر روز ممکنه با وزارت کشور درگیر بشن، اینجاش کج بود اینجاش مشکل داشتن. تو خارج کشور این مرزها وجود نداره. بنابراین یکی از کارهای بی‌مرز اینه که پناهجو رو متشکل بکنه، دوری همین احساس قدرت بکنه. متوجه هستین؟ نه گوش کنج خونه دست به زانو بشینه تا ببینه کی آیه نازل میشه و این دولت حقشو میده. نه، این باید با تلاش این کارو بکنه و حتی اگه حق خودش هم گرفت برای حق نفر بعدی تلاش بکنه، این خصلت‌های انسانی رو درشون قوی بکنه. متوجه هستین؟ چون کل جامعه بورژوازی متاسفانه تلاش بر ایزوله کردن انسانه. متوجه هستین؟ فردگرایی انسانه. تلاش دیگه ما در به هم پیوستگی آدم هست که همیشه احساس قدرت بکنن. در به هم بودنمونه که میتونیم علیه قوانین ضد انسانی مبارزه بکنیم. حتی فردا اگه بشه انگلیسی هم یه شهروند اینجا هم بشه، پاسپورت انگلیسی داشته باشه، به حکم کله سیاه بودن
میتونه مورد تعرض راسism قرار بگیره. بنابراین باید بدونه که اینجا تلاش برای زندگی بهتر روزانه است. ببینید منظور شما از اتحاد خود پناهندگان اینجا چی هست؟ منظورت این هستش که بیاد فرهنگ ایرانی رو حفظ کنه؟ منظورت اینه که بیاد با هم باشن؟ منظورت اینه نمیدونم خیلی کلا اینو شما این اتحادی که در موردش صحبت کنید منظورت اینه که این بیاد اینتگره بشه تو این جامعه زنده فرزند انگلستان یا هر جایی؟ یکی از تلاش‌ها بعضیا وقتی که وارد این کشور میشن فکر میکنن اگه بنفیت بگیرن یا کمک هزینه‌های زیستی که اینجا هست سوشال میده که این خودش نتیجه دهات سال مبارزه طبقه کارگر تو این کشوره، فکر میکنن گدایی میکنن. روزانه میره میگیره ولی فکر میکنه این گداییه. نه، این یه بخشش که اگه اینو گرفت فکر نکن این گدایی داره میکنه. ضمن این که داره راههای مانع سرراشو برمیداره، تلاش بکنه کار پیدا کنه. تو این جامعه کار هست، تلاش بکنه زبان این مملکت رو یاد بگیره و بتونه توی یه جایی انتگره بشه، دستش رو بذاره تو طبقه کارگر این کشور. و ضمن اینکه داره با عضو اتحادیه کارگری اینجا میشه، حالا خود ملاحظاتی که از رو طبقه کارگر و تشکلیابی و اتحادش، این یه بحث جداگونه‌ای که فکر نمی‌کنم که با اتحادیه یونسن یا TUC این کشور انقلاب میشه کرد یا همه چیز، ولی در صورت ابزارهایی دارن که برای دفاع از حرمت کارگر در صورت یه دستاوردیه. این یه بخششه. نمیگم گتو ایرانی برای خودش درست بکنه، نه، علیه اینا هستیم، موافقش نیستیم، ولی ما این سازمان در واقع دستش تو دست آنتی دیپورتیشن کمپین. مثلا برای نمونه یک کمپینی علیه دپورت پناهجو از زیمبابوی تا عراقی تا ایرانی تا هر نقطه دیگه این کشور قاره کره زمین. به صورت اینم هست متشکل بودن رو در واقع. که این سازمان یه بخش زنده ای از جامعه ای هستش که اینجا وجود داره ولی فارسی هم بلده صحبت کنه. قطعا میتونه، دقیقاً بتونه. یعنی مسئلهش برای دفاع از حقوق پناهندگی افغانی سومالی تلاش میکنه، خارج از این که ممکنه ایشون بازم مذهبی باشه و تلاش برای گتو سازی سومالی خودش کماکان در دستور کار باشه، ولی میدونم حمله به سومالی حمله به منم هست، حمله به فلان پناهجوی عراقی راه رو برای حمله به منم، برای دپورت منم هموار میکنه. بنابراین همه اینا به من حکم میکنه که من تلاشمو روزانه بکنم تا اینکه این بی‌حقوقی رو بهمون تحمیل نکنم. سعید ارمن، به عنوان آخرین سوال، وضعیت پناهندگی در کل در غرب امروز با مقایسه چند سال پیش چه اتفاقاتی داشته؟ خیلی کوتاه. حالا درصد قبولیت به شدت کمتر شده، مرزها به شدت بسته‌تر داره میشه، ولی اینجا یادم رفت یه نمونه بگم که متاسفانه چند روز قبل ده ها پناهجوی برمه‌ای که در مرز پرو غرق شدن ازشون یاد بکنیم که اینم نتیجه همین ناامنیات در واقع که وجود داره، جنگ‌هایی که وجود داره و باید اشاره کرد. ولی علی رغم این از اسپانیا تا ایتالیا تا فنلاند و سوئد و نروژ کمپ‌های متعددی هستن که هنوز ده ها هزار آدم منتظرن. در همین بریتانیا آمارایی هست که خوشبختانه تقریبا از یه ماه گذشته شروع کردن که خانواده‌ها رو بهشون حق پناهندگی تعلق گرفته، ولی این شامل مجردها نشده و هنوز این آمار بحث از 500,000 تا 700,000 نفره که اینا همه سرگردانن، آدمایی هستن با کارایی‌های متفاوت، با کاراکترهای متفاوت که اینا میتونن مفید واقع بشن به حال این جامعه، ولی به صورت تو سری خوش شدن و همیشه در یأس و ناامیدی به سر میبرن که یه بخش از تلاش برای آزادیشون، برای رهاییشون از این وضعیت همین مبارزه است. و حالا کماکان به نظر من موقعیت چند سال قبل رو نداریم، ضعیف‌تر شده جنبش پناهندگی و کل جنبش انسانگرایی در واقع، و اینو باید یه بار دیگه به جامعه برگردون. باید در نتیجه مبارزه آگاهانه آدمای جدی، انسان دوست و صاحب خط و رادیکال باید از جمله در واقع بازسازی بشه و بتونن این تشکلیابی رو در میان وجود بیارن. و خب بینندگان عزیز، جهت اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی پناهندگی و وضعیت پناهندگی میتونین دوباره به سایت بیمرز، سایت سازمان پناهندگان ایرانی مراجعه